خب عالم میگه که در ترازوی میزان کدام امور وزن میشه؟ چی وزن میشه؟ چی رو بوده اینجا وزن میگذارن؟ چند چیز در این وزن میشه؟ اول اعمال انسان در این وزن میشه گذاشته میشه. امام بخاری و مسلم حدیث روایت میکنن، آخرین حدیث صحیح بخاری همین حدیث است: سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. همین حدیث است که میگه کلمتان خفیفتان علی اللسان، دو کلمه هستن که اینا خفیف هستن در کجا؟ بر زبان. ثقیلتان فی المیزان، بسیار در ترازوی میزان چی میباشن؟ ثقیل میباشن، گرنگ میباشن. پس سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. پس این یک عمل زبانی است، نه عبادت زبانی است. پس این چی شد؟ تسبیح و ذکر است، این هم وزن میشه. دوم دفاتر اعمال این وزن میشه. عبدالله ابن عمرو ابن عاص روایت میکند، میگه رسول الله صلی الله علیه و آله گفت که یقینا که الله سبحانه و تعالی شخصی را از امت مرا در روز قیامت در مقابل تمام مخلوقات میگیرد. وی در دارای 99 دفتر است که هر دفتر آن به اندازه‌ای که چشم کار میکند طویل است. سپس به وی میگوید آیا چیز از این را انکار میکنی؟ آیا که کاتبان من بالای تو ظلم کرده اند؟ برایش میگوید آیا کدام عذر و یا کدام نیکی داری؟ آن شخص حیران، یعنی 99 دفتر از دفاتر گناه دارن. پس تا آخر میگه که پیرور مردم های بیدین کار کنن که اگر چوب پیران باشن ماچش میکنن. از ما نیست، باید خود پیر باشه. خب آلی شخص 99 دفتر داره. آیا از او پرسان میشه که آیا اعمال دیگه داری؟ سپس بر از یک کارت بیرون میشه: اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله. میگه این شخص این کارت که حاضر میکنه دیگه ای در مقابل از این گذاشته میشه. آن شخص میگه ای پروردگار من، این کارت با این همه دفاتر بزرگ برش گفته میشه که بالای تو ظلم نمیشه. رسول الله صلی الله علیه و آله چی میگه؟ مگه این دفاتر در یک پله ترازو گذاشته میشه و این دفاتر بسیار بزرگ سربک میشه و هیچ چیزی در مقابل نام الله بزرگ قوی نیست، گرنگ نیست. و شرطی که یک انسان لا اله الا الله را با عقیده بخونه. دیدین عقیده چقدر فایده داره؟ که کل اعمال یک طرف و لا اله الا الله وزنش قوی تر میشه. خب پس از این معلوم میشه که دفاتر هم چی میشه؟ وزن میشه. سوم یک شخص مؤمن خودش وزن میشه. خود شخص مؤمن وزن میشه. معاویه ابن قره رضی الله عنه میگه پدرم برای من گفت که عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه سر یک درخت بود کدام شاخ چیز را قطع میکرد. میگه شمال وزید و همین ساقهای پای عبدالله ابن مسعود معلوم شد. عبدالله ابن مسعود میگه بسیار لاغر بود، همین ساقهای پایش مینک بود. میگه که معلوم شد دیگرها خنده کردن، از پایان کسایی کردن گفتن او ساقی ساقهای پای از چقدر لاغرک است. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم در اونجا حاضر بود، گفت که قسم به ذاتی که نفسم در دست اوست که این پاها در ترازوی میزان ثقیل‌تر از کوه احد میباشند. شما ظاهرا سر از این پاها سهل میکنین، این پاهای عبدالله ابن مسعود در روز قیامت وقتی که در ترازوی میزان گذاشته میشه از کوه احد هم که چی است؟ ثقیل است. پس از این معلوم میشه که خود شخص مؤمن هم در روز قیامت وزن. بازی نیست من چاق هستم وزن من تو که لاغر است تو که زیاد است. بسیاری وقتا چاقا با قانه و پف می باشن، هیچ وزن نمی داشته باشن. لاغر با ایمان و قوت ایمانش اما مثل ساقهای پای عبدالله ابن مسعود ارزش زیاد می داشته باشه.